زن به محرم حج رفتن نمیتواند. علخصوص باز در همین مذهب خودمان این حدیثی صحیح از پیغمبر است که اگر بین حج و بین زن امروز 86 کیلومتر میگیم، 86 کیلومتر اگر مسافه باشد، زنها به شوهر، به دادر، به پدر، گویم به برادرشان رفتن نمیتونن. مسافه سفر ده حتمی باید همراه زنت یک شخص باشد که نکاحش ابدی برای او حرام باشد، مثل که پدرش یا مثل شوهرش یا مثل دادرش یا مثل اکاش. اینا شخصانی هستند که نکاح اینها بر این زن ابدی حرام است، یعنی هیچ وقت اینا را گرفتن نمیتونن. تا اینها همراه او نباشند همین 86 کیلومتر طی کردنش اسلام اجازت نمیده. علالخصوص اینجا که موسم حج که قریب 5000 کیلومتر است، حتمی محرمش باید باشه.